فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهر پرسیدن که دست دادن به نامحرم آیا این گناهه؟ دست دادن با نامحرم به هیچ عنوان جایز نیست و در تاریخ و احادیث اهل سنت و الجماعت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم به هیچ عنوان زن نامحرمی رو دستشون رو نگرفتند و این توصیه رو هم کردن به امت خودش که و این جز مواردی هست که حرام و ناجایز هست دست دادن به تمامی افرادی که نامحرم هستند و محرم یکدیگر نیستند به عنوان سلام علیک باشد، این به اصطلاح جایز نیست و حرام.